توی این ویدیو میخوایم درباره پست کانتینیوس یا همون گذشته استمراری صحبت کنیم. اول ببینیم کجاها باید از پست کانتینیوس استفاده کنیم. اولین جایی که در اون باید از پست کانتینیوس استفاده کنیم زمانی هستش که ما دو تا فعل داریم که دارن دو تا عمل یا دو تا کار رو نشون میدن. یکی از اونها در حال انجام شدن هستش و دیگری اون عمل رو قطع میکنه. مثل این مثال: The children were doing their homework when I got home. were doing their homework کاری بوده که در حال انجام شدن بوده در گذشته و I got home اونو قطعش کرده. مقایسه کنید با این مثال. میگه The children did their homework when I got home. یعنی اول بچه ها هومورکشون رو انجام دادن، بعد من رسیدم خونه. این استفاده پست کانتینیوس خیلی توی ستوری تلینگ ازش استفاده میشه. همونطور که قبلا توی فیلم قبلی گفته بودم، بیس داستانگویی ما پست سیمپل هستش همیشه. اما اینجا ما همیشه اتفاقات توی داستان پشت سر هم نمیافتن. یه اتفاقی داره توی بک‌گراند میفته و یه اتفاقی میاد اونو قطع میکنه. مثل اینجا که میگه It was a beautiful day. The sun was shining. پس خورشید در حال درخشیدن بوده. The birds were singing. پرنده ها در حال خوندن بودن. Jack opened the door. جک در رو باز کرد. میبینید دو تا عملی که در حال اتفاق افتادن بودن و ادامه دار بودن و دیوریشن داشتن با کانتینیوس اومده، ولی open the door اومده و این دو تا کار رو قطع کرده. این استفاده اصلی پست کانتینیوس و پست سیمپل هستش که خیلی ما این رو توی گرامر و توی امتحانا و توی سوالا و توی تکستا میبینیم. جای بعدی زمانی هستش که میخوایم بگیم یه اتفاقی در یک زمان خاصی در حال رخ دادن بوده. مثل اینکه It was 8 o'clock I was writing a letter. یعنی سر ساعت 8 من در حال نامه نوشتن بودم. یا مثلا It was 9 o'clock I was watching TV. زمانی که ما به یه ساعت مشخص در گذشته اشاره میکنیم و میخوایم بگیم در اون ساعت داشتیم یک کاری رو انجام میدادیم، باز از past continuous استفاده میکنیم. باز مقایسه کنید با این حالت که میگه At 8 o'clock I wrote some letters. اینجا میخواد بگه ساعت 8 من شروع کردم به نوشتن نامه ها. بریم به شماره 3 نگاه بکنیم. شماره 3 داره چی میگه؟ میخواد بگه چیزی، کاری، اتفاقی، حالتی که یه مدتی ادامه پیدا کرده. مثل چی؟ My head was aching یا everyone was shouting. بریم به شماره 4. توی شماره 4 داره چی میگه؟ داره میگه ما از پست کانتینیوس جای استفاده میکنیم که اتفاقی در گذشته چند بار تکرار شده باشه. مثل این مثال: I was practicing every day 3 times a day. یعنی چی؟ یه مدتی من هر روز داشتم یه کاری رو انجام میدادم. مثلا اینجا میگه تمرین کردن. شماره 5 چی میگه؟ شماره 5 میگه ما از پست کانتینیوس زمانی استفاده میکنیم که فعل ما رشد کردن و تغییر کردن رو نشون بده. یعنی رشد کردن و تغییر کردنی که در گذشته اتفاق افتاده. مثل چی؟ مثل The children were growing up quickly یا Her English was improving. حواستون باشه همونطوری که توی present continuous گفتم یک سری فعل ها هستن که بهشون میگیم state verbs. این فعل ها هیچ وقت حالت continuous یعنی استمراری ندارن، چه حال باشه، چه گذشته باشه، چه آینده باشه. پس دقت بکنید که از افعال state verb توی past continuous استفاده نکنید. اگر بخوام خیلی ساده ساختار past continuous رو توضیح بدم، یه نگاه به present continuous بندازیم. اونجا گفتیم am و is و are به اضافه فعل به اضافه ing و ادامه جمله. برای منفی کردن am و is و are not میگرفت و برای سوالی کردن am و is و are به اول جمله میومد. خب برای اینکه ساختار past continuous رو یاد بگیریم خیلی راحت به جای am و is و are از was و were استفاده میکنیم و همین داستان تکرار میشه. توی جملات مثبت فاعل was, were, verb plus ing رو داریم. توی جملات منفی به was و were not رو اضافه میکنیم و توی جملات سوالی was و were رو به اول جمله میاریم و جمله‌مون رو سوالی میکنیم. مجددا اگر سوالی دارین با من در میون بذارین وگرنه تکالیفتون رو انجام بدین با استفاده از کپیایی که براتون فرستادم تا دیگه مشکلی درباره past continuous نداشته باشین.